اینها کسانی هستند که اخیراً به بیماری کانگو مبتلا شدند. حاجی سخی در شهر کابل دکان قصابی داشت و حالا در شفاخانه انتونی بستری است. اولی قصاب است، اولی خوب مدپسان در رفتم قربانی آمدم، کمی تاو برسه بود. بعد از او سرم در گرفت. بعد خون ریزی بود، خون آمد. بعد از او آمدیم در شفاخانه. ظهیرالدین نیز از جمله کسانی است که میگوید در روز اولی قربان به این بیماری مبتلا شده است. اختر راز وارد پورکو و قربایا چه وسوی فصل لگه که سر درد کو پلان میله و دکتر تریا بود و زا جور بود دوا بخورم دوا بخورم جور رسولا یا تو دوا بارد کو باور دکتر ترا دوا را کنه پورتو دوا بخور چه خلاص و فيها ترا وفيها يعني وبعد فيها دوا را کنه پورکو دوا سره بیا کړو بیا ودل تر هغه دوا را کړو سخیا وسو. در این اتاق دو تن دیگر نیز در کنار سخی و ظهیرالدین به بیماری کانگو مبتلا شدند. وضعیت صحی یکی از این بیماران در تناسب با بیماران دیگر مبتلا به کانگو نسبتا خوب معلوم نمی شود. مسئولان صحی در شفاخانه انتونی کابل میگویند در جریان سال جاری 42 واقعه بیماری کانگو نزد آنان به ثبت رسیده است که از این جمله 5 تنشان زندگی خود را از دست دادند. اینکه این بیماری تداوی دارد یا خیر، دکتر زلمه نورزی رئیس شفاخانه انتونی کابل در مورد میگوید تشویشی که برای مردم خلق میشه به این سطح نیست که ما این یک چیز بسیار بزرگ جلوه بدیم. مرض فوق العاده ساری است که از شغل به وجود میاد، یعنی مرض شغلی است که اکثرا در پیش نقاشا و کسایی که سر کارشان با گوسفند، گاو، مال است. قابل تداوی است. این که ساری است، خود ساری است. مرض توبرکلوز هم ساری است. HIV هم ساری است. وزارت صحت عامه افغانستان نیز پیش از این در صحبت با رادیو آزادی گفته است که تا حال بیش از 70 واقعه بیماری کانگو نزد این وزارت به ثبت رسیده است. کانگو بیماری است که به گفته اکثر دکتران از حیوانات به انسانها انتقال می گردد.